امروز اومدم یه زیتون پرورده خوشمزه گیلانی برات درست کنم. با من همراه باش. اصلا تو گردو ریختن قناعت نکنی یا من دارم واسه دومو میریزم. ما گردوهامون رو بلند کردیم، چوچاقو میریزیم. تو مرحله چهارم سی رو بهش اضافه کنیم. تو مرحله پنجم هم نوبت رب انار اصیل گیلانیه. نوبت رب آلوچه تازه و ملس. مرحله هفتم هم که نوبت روغن زیتون تازه رودباره. یه نوبت میرسه به هم زدنش. دستکش انداختم ها. به به. کار ندارم.